به نظرتون رپتایل ها وجود دارن؟ تئوری قدیمی که اکثر مردم یا یوتیوبرهای ایرانی قبول دارن مربوط میشه به موجودات مار شکل انسان نما. این تئوری به این شکل بیان میکنه که حاصل بچه از یک مار با یک انسان یک موجودی ساخته میشه که انسانگونه اما پوسته خارجی مار داره. اما نکته از اونجایی ترسناک میشه که این تئوری میگه که نسل کنونی بشریت توسط رپتایل ها یا انسان های مارگونه کنترل میشه که خودم به شخصه وقتی این ویدیوها رو دیدم به شوک رفتم. پس با من همراه باشید تا این تئوری قدیمی رو حل بکنم و باهاتون بررسی بکنم. درود رفقا، حالتون چطوره؟ موجودی سبز رنگ بدنی همانند مار با ترکیب مارمولک تئوری قدیمی بود که مخاطبهای مجازی در مورد بعضی افراد ارائه کردن، مثل اینکه زندگی انسان‌ها رو قراره بگیره یا اینکه الان هم گرفته یا حتی تئوری سیمپسون ها. همه اینا باعث شد که به شخص من از شکل‌گیری و حوادثی که در بین کاربران گرفته شده شوکه بشم. در ابتدا بیایید شکل ظاهری و رفتارهای ظاهری این تئوری رپتایل ها رو باهاتون در میون بذارم که بیشتر آشنا بشیم با این تئوری عجیب. ظاهر آنها کاملا برای فریب انسان ها ساخته شده و کاملا گویای این که رفتار آفتاب پرست ها رو دارن رو بیان میکنه. در ادامه طرز صحبت کردن رفتار آنها کاملا شبیه انسان بوده. اما به نظرتون چه چیزی باعث شده که تئوری پردازا این تئوری شکل بدن؟ یه تا بررسیش کن. اولین تفاوتشون با یک انسان معمولی دندانهاشونه که در نگاه اول یک انسان عادی ممکنه نفهمه و مشاهده نکنه، به دلیل اینکه به شدت سخته و ممکنه درک کنه که یک انسان عادی نیست. دومین تفاوتی که فهمیدن نسبت با یک انسان معمولی بوده تغییر حالت دیدشونه، یعنی چشمشون در هنگام مواجهه با نور حالت سیاهی چشم از گردی که داره تبدیل به یک چشم مار میکنه. تغییر بعدی شکل پوستی آنها بوده که در مواجهه با نور ممکنه تغییر رنگ، شکل یا حتی نوع پوست آنها تغییر کند. اینها مواردی قابل بررسی و کوتاهی بودند که میتونیم به عنوان درگیری اول ذهنی برای رپتایل ها در مورد تئوری پردازهایی که این کارا کردن ایجاد بکنیم. اما بیاید یک بررسی ریزتری روی این تئوری پردازها که ثبت شده و برای من خیلی مثبت‌تر بوده تا تئوری‌های دیگه بررسی داشته باشیم. تئوری اول، دیده شدن دندانهای مارمولکی یا تمساحی. در یکی از سخنرانی‌های اوباما در آمریکا هنگامی که صحبت در مورد اتفاقی مهم بین مردم بوده، یک اتفاق نادر و جالبی از طرف یکی از بادیگاردهای سخنران بین مردم اتفاق میفته که ظاهرا در اون اتفاق دندونهای تیز به جای دندونهای معمولی انسان دیده میشه که خودم به شخص گرخیدم تو این صحنه که بیاید ببینیم. تئوری دوم، تغییر شکل یا رنگ در چشم در مواجهه با دوربین. در اکثر ویدیوها یا پخش‌های زنده‌ای که دیده شده تغییر شکل عجیبی در چشم دیده شده که سیاهی چشم از حالت گرد تبدیل به شکل مثلث یا لوزی تبدیل می شده و شکل جدیدی در دوربین ها داده که برای من این حالت تصاویری که دیدم خیلی جالب بود. پس بیاید یه دستم شما ببینید، شاید ببینید چیزای جالب تری میبینید یا نه.
تئوری سوم، تغییرات ساختاری یا پوستی در مواجهه با دوربین. راسته در بعضی از برنامه‌های تلویزیونی یا حتی برنامه‌های خبری به مقدار زیادی تغییرات پوستی شکلی در پوست آنها شکل گرفته. بعضی از آنها تیکه‌ای از صورتشون تغییر پیدا کرده، اما بعضی از آنها دهان یا ظاهر باطنشون یک دفعه مفقود شده و شکلش تغییر یافته که دلیل بر بودن یا نبودن رپتایل ها رو نمیتونه ثابت بکنه. اما بیاید یک نگاه تئوری پردازی به این شکل ها داشته باشیم. از نظر شما این فیلم ها هم ببینیم. در آخر یه تئوری پایانی دیدم که از شما میخوام این تئوریا شما حل بکنید برای منم خیلی جالب بود، ولی میخوام از زبون شما بدونم که توی کامنت ها برام بنویسید حتما که این تئوری واقعیه یا فیکه. در این تئوری به این شکل بیان میکنه که قبل از گونه‌های انسانی گونه‌های رپتایلی وجود داشته و حکمرانی میکرده که در اصل ریشه تاریخی به زمان فرعون نیز میرسه که دلیل درست شدن این تئوری از زمان تئوری پردازا به این شکل به من و شمای کاربر میفهمونه که میخوام این تئوریا برام حل کنید. خلاصه که رفقا امیدوارم که از این تئوری رپتایل ها به شدت لذت برده باشید. یادتون نره که برای حمایت از این کانال حتما دکمه سابسکرایب رو بزنید و ویدیو رو لایک کنید و یه کامنت هم برامون بذارید تا در ویدیوهای بعدی ببینمت و بریم سراغ کامنت های برتر این سری. و تا ویدیوهای بعدی شب و روزگارتون